امروز 18 می است و شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه بعدی اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. شهروندی با بهای جان در حالی که ولادیمیر پوتین گرفتن شهروندی را برای خارجی‌هایی که به جنگ می‌روند آسان کرد، حامیان حقوق از عاقبت‌های آن به مهاجران هشدار می‌دهند. چندین نفرش مقصد انتقال دادن جسداشون در پول مهاجران داشتند. خاطره‌های تلخ نقل شهیدان سرکوب خونین یک سال پیش در روشند و فاروق ولایت مختار کوهستانی بدخشان. و خادمان آثارخانه ملی تاجیکستان از ساکنان دعوت کردند که در چوره‌بینی شب در آثارخانه شرکت ورزند. ملاقات رهبران تاجیکستان و چین امروز 18 می در مجموع با امضای 25 سند نوی همکاری جنببست شد. صحبت امالی رحمان با سی جین پین در حوزه همایشی چین و کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفت. در پی آن از جمله برای برگزاری تمرین‌های مشترک ضد تروریستی، رساندن کمک به بازگشت، جستجو و نجات هواپیماهای گردشدنی و برادرشهر اعلان کردن نویه دنغره با شهر وینان، راه‌اندازی مناسبت‌های دوستانه میان دوشنبه با چندو و خوجند با لنجو توافق حاصل شده است. همچنین طرف‌ها 11 سند همکاری ها را در بخش‌های کشاورزی، علم و تکنولوژی، وسایل اخباری عامه و مالیه به امضا رساندند. امامعلی رحمان در پایان ملاقات رهبر چین را دعوت کرده است که به تاجیکستان سفر نماید. چین 13 سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی روابط دیپلماتی برقرار کرد و از آن زمان تا سال 2022 سرمایه‌گذاری آن به این 5 کشور به نشاندادی رکوردی 70 میلیارد دلار برابر شد. چین قرضینده عظیمترین دو کشور نودارترین منطقه تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با امضای یک قرار اخیراً پیشنهاد شهروندی به خارجی ها را برای عوض خدمت قراردادی و شرکت در جنگ آسان کرد. تحلیلگران از آن نگرانند که احتیاجات و مشکلات فراوان دیگر در روسیه مثل گرفتن پتنت سبب می شود که مهاجران زیاد تاجیک دیده و دانسته با امید دریافت شهروندی و زندگی بهتر به این پیشنهادها داده می شوند و به جنگ می روند. حامیان حقوق میگویند تلاش دارند به این گروه مهاجران از عاقبت‌های پیوستن به ارتش روسیه معلومات بدهند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. نوروز عزیزов در ساختمان در مسکو کار میکند. نصف معاشش برای اجاره پولی و سندهای بود و باش صرف می شود. دریافت شهروندی روسیه را یگانه راهی رهایی از این مشکل می داند. آرزویی که حالا با شرطگذاری های مقامات روس برایش دشوار و ناممکن شده است. هیچ کس نمیخواد که بر عوض جانش صاحب شهروندی شود. شخصا من روزیگه به این کار هیچ روزی نیستم و من اومدم که مهنت کنم، صاحب یک مورد نان شوم و زندگی خانه خود را آباد کنم. روسیه با قانون و فرمانهای نو به نو و وعده آسان کردن ترتیبی گرفتن شهروندی تلاش دارد شماره هرچی بیشتری مهاجران را به ارتش و جنگ ضد اوکراین جلب کند. طبق فرمانی که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 15 می امضا کرد، خارجیانی که در ارتش یا جنگ ضد اوکراین جلب می شوند با آسانی می توانند با خانواده هایشان صاحب شهروندی روسیه شوند. برخی مهاجران به این وعده داده می شوند. بعد خدمت و این بلیت مثلا در لوبوج کورد میگیرم، مثلا بو پولت میتونم هر ماه مردم در همه جا میبری، اگر که نصیب باشه در همه جا میبری. خیلی حوزی چی که دسته که به جنگم آدم مرده سیام و هم خاطر یکم جای ترس نیست. روز یک یا دو مهاجر تاجیک از حامیان حقوق تاجیک در مسکو مشورت میپرسند. حامیان حقوق در روسیه با آنها نمیگویند که به جنگ روند یا نه، ولی برایشان عاقبت‌های این تصمیم را شرح می‌دهند. آن شهروندان جمهوری تاجیکستان و مهاجرانی که می‌خواهند با طریق صادق کرده شده و با طریق خدمت کردن در قوای مسلح فدراسیون روسیه با طریق صادق کرده صاحب شهروندی شوند و آنها با وزارت مدافع شرطنامه می‌بندند و اگر این شهروندان جمهوری تاجیکستان در اپراسیون مخصوص اوکراین، اپراسیون مخصوص حربی در اوکراین اشتراک کنند، مقامات تفتیشاتی جمهوری تاجیکستان میتواند نسبت این گونه شهروندان با ماده 401 کودکس جمهوری تاجیکستان که زرخریدی نام دارد پرونده جنایتی آغاز نماید، چونکه این گونه شهروندان حالا شهروندی فدراسیون روسیه را نگرفته همچون شهروندان جمهوری تاجیکستان در این اپراسیون مخصوص
اشتراک میکنند. شرکت ده‌ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسدی بیش از 20 نفری آنها را به وطن آوردند. برخی تاجیکانی که دو شهروندی داشتند روسیه را ترک کردند. مهاجران میگویند روسیه نه همیشه وعده دادن پول و شهروندی برای اشتراک در جنگ را اجرا میکند. همین آغاز جنگ بسیار نفرها را حتی در همون جای کارا هم تبلیغ میشیدن، در کوچه ها هم تبلیغ میشیدن، جای جنگ میشیدن که مقدار پول را اندازه معین کردن 300,000 200,000. بعد فوتی اما چندین نفرش مقصد انتقال دادن جسداشون در پول یعنی مهاجرات کردیم. تا جای ما میدونیم و دیدیم مشاهده کردم وفا نکردن با وعده‌هاشون. مقامات تاجیک در رابطه با جلب شهروندان تاجیکستان در جنگ ضد اوکراین تاکنون به طور روشن موقعشان را بیان نکردند. تنها در آغاز حمله روسیه به اوکراین در بیانیه رسمی هشدار داده بودند که شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های کشورهای خارجی شرکت نکنند که جوابگری دارد. برنامه اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. یک سال پیش در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان تجمع اعتراضی آغاز شد که بعداً موج آن تا ناحیه روشان رسید. مقامات به این تظاهرات با اعلان عملیاتی به گفته‌شان ضد تروریستی پاسخ دادند. در نتیجه 10 نفر کشته و صدها تن بازداشت و به مهلت‌های طولانی زندانی شدند. همین مقدار دیگر از ترس تعقیب تاجیکستان را ترک کردند. حادثه از چی شروع شد و با گذشت 1 سال تا کجا پوره و عادلانه تحقیق گردیده است؟ در گزارش میرزا نبی خالقزاد می‌بینیم. اعتراض ساکنان در شهر خوروغ و روشان بدخشان. میانه ماه می سال گذشته 10 نفر با طلب قطع تعقیب و بازداشت و تحقیق قتل گلبدین زیابکوف که تیر ماه سال 2021 در عملیات مقامات کشته شد به کوچه برآمدند. حکومت روز 16 و 17 می اعتراض در خوروغ را سرکوب کرد. وقتی که ما تا پل بوین رسیدیم الکه دیدیم که بسیاری از اشتراک کنندگان تظاهرات را که الکه زخمی شدند به ماشین سوار کرده به جایهای امن می‌کشاندند. بعضی ها را به مرکز طبی که در آن محله وجود دارد می‌بردند. آنهایی که زخمشان جدی‌تر بود آنجا می‌بردند، اما آنهایی که زخمشان سبکتر بود در جایشان کمک می‌گرفتند. زمیر نظرشویو ساکن 31 ساله محله گلکن خوروغ از اولین اعتراضگرانی بود که شام 16 می جان باخت. خونین‌ترین حادثه روز 18 می در ناحیه روشان که در اینجا ساکنان راه کاروان نظامی را بسته بودند رخ داد. تلویزیون دولتی اعلان کرد که علیه گروه تروریستان عملیات انجام داده است. شاهدان که هنوز از ترس تعقیب چهرهشون را پنهان می‌دارند میگویند با بستن راه کاروان نظامیان می‌خواستند از خونریزی بیشتر در خوروغ جلوگیری کنند. از حکومت هم طلب شد چیز که طلب ما این بود که قشون‌های علاوگی باید با خوروغ درآورده نشوند، چون این کار به خونریزی می‌آورد. مردم به این خاطر جمع شد و از حکومت طلب کرد که باید این کار پیشگیری شود، چی در روشان و چی در مرکز ولایت. 18 می صبح بروقت به یگان آگاهی تیرپرانی سر شد. نیروهای امان از دوشنبه و ختلان به ناحیه آورده شد. الفا الکی 16 می در اینجا بود. سازمان‌های بین المللی حکومت را برای سرکوب اعتراضگران در خوروغ و روشان تنقید کردند. از تاجیکستان طلب تحقیق عادلانه حادثه ها را کردند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان عملیات را کار درست دانست. و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپرانی کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یارادار کردند، یک کس تلف شد. دیگر علاج دیگر نبود. ما میدونستیم که همین چیزا اونا یراق اصلا همه این چیزا رو ماستا رو میترکاندن در روشان.
که پروکور رو میترکونه. های من امر دادم که بینه تو حد امکان یاروق به دست را بیزرار گرد یا که با دستگیر کنید. شاهدان میگویند اعتراضگران با خود سلاح نداشتند. حادثه یک سال پیش در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا حال از جانب کمیسیون مستقل تحقیق نشده است. مقامات گفتند در این حادثه 16 نفر کشته شده است. سازمان ملل تعداد قربانیان را تا 40 نفر گفت. رادیو آزادی اسم 34 کشته شده را آشکار کرد که از 30 تا 57 ساله بودند. حالا یک گزارش فرهنگی داریم. همساله 18 می در جهان همچون روزی آثارخانه‌ها یاد می شود. در برابر اون که امروز به این مناسبت در همه آثارخانه‌های تاجیکستان تماشا رایگان بود، آثارخانه ملی چند نمایشنامه نوی تاریخی تاجیکستان را رونمایی کرد. درباره نوگانی‌ها و هم توجه خارجیان و ساکنان تاجیکستان به تماشای آثارخانه‌ها را نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز در گزارششان قصه می‌کنند. آثارخانه ملی تاجیکستان به مناسبت روز جهانی آثارخانه‌ها اعلام کرد که فعالیت باستانشناسی خود را با پیشنهاد حفریات زنده به تماشابینان داخلی و خارجی پیشکش می‌کند. بحری باز هم بهتر خوبتر معرفی نمودن این بخش فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان در چهاربین شب در آثارخانه رهبرت آثارخانه ملی تصمیم گرفتند تا فعالیت باستانشناسی آثارخانه ملی تاجیکستان به طریق زنده انعکاس کرده شود تا تماشابینان داخلی و خارجی درک نمایند که آثارخانه ملی تاجیکستان در برابر یک مرکز فرهنگی بودن همچنین یک مؤسسه علمی و تحقیقاتی میشد. دو تالار نو تخت سنگین و عهد ساسانیان نیز در روز جهانی آثارخانه‌ها برای نخستین بار در معرض دید مردم قرار می‌گیرند. فریدون کنجیف مسئول این آثارخانه میگوید در یک سال اخیر حدود 10,000 سیاح خارجی از این مؤسسه دیدن کردند. این رقم حالا در حال افزایش است. یکی از مسافران سویتلانا از روسیه است. او علاقه شدید به تاریخ کشورهای آسیا مرکزی دارد. سویتلانا میخواهد درباره تاریخ تاجیکستان اطلاع بیشتر بگیرد. در هر کشور به آثارخانه می روم. امروز هم به دوشنبه به اینجا آمدم زیرا می خواهم تاریخ این کشور را بدانم. اگرچه این آثارخانه 10 سال است باز شده ولی برخی از ساکنان تاجیکستان هنوز از آن بازدید نکردند. حالا میخواهم باری نخست به این آثارخانه تشریف آورم، سپس به آثارخانه اتنوگرافی میروم. در گذشته به بینای آثارخانه پیشین میرفتم ولی به این بینای نو باری نخست میآیم. مسئولان آثارخانه همچنین اعلام کردند که به زودی تماشای تالارهای این آثارخانه در شکل 3D امکان پذیر می شود. 2 سال قبل این آثارخانه سیرهای مجازی نمایشگاه‌های خود را راه اندازی کرده بود. و خبری دیگر، خبرگزاری ریترز معلوم کرده است که بعد جوری شدن تحریم ها علیه روسیه برای جنگش ضد اوکراین، میزان واردات مال از آلمان به کشورهای اطراف روسیه از جمله تاجیکستان خیلی افزایش یافته است. این خبرگزاری معلوم کرده است که حجم صادرات از آلمان به قرقیزستان 949%، به قزاقستان تا 136%، به ارمنستان 172% و به تاجیکستان 154% زیاد شده است. منبع میگوید این کشورها به روسیه در دور زدن تحریم ها کمک میکنند و مال هایی که از آلمان به کشورهای اطراف روسیه می روند در نهایت باز به روسیه انتقال داده می شوند. قبلا گفتمان های در سطح مقامات اروپایی صدا داده است که برای کمک کشورهای آسیای مرکزی به روسیه در دور زدن تحریم ها آنها نیز باید مورد تحریم قرار بگیرند. بینندگان عزیز، با همین مطلب نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از شما که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. چون همیشه خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی گذاشته میشوند. اگر شما نیز خبری دارید با ما تماس بگیرید. تا فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد.